سلام، خوشحالم که امروز دوباره با هم هستیم تا آلمانی یاد بگیریم. فراموش نکنید که ما هنوز توی مرحله‌ای هستیم که داریم آجر میسازیم. این میمونه که ما انواع خاک رو بریم بررسی کنیم و چه موادی بهش اضافه میشه، آب و چه مواد دیگه، تا ما بتونیم آجر بسازیم برای اینکه یه خونه ساخته بشه. ما امروز میریم دوباره سراغ حرفایی که با هم ترکیب میشن که رسیده بودیم به سه ها که بعضی وقتا صدای خ میده، بعضی وقتا صدای ش. و یاد گرفتیم که چرا سه ها بعضی وقتا صدای خ میده، بعضی وقتا صدای ش. امروز میریم سراغ یه فرم دیگه از سه ها که با اس ترکیب میشه. در این صورت صدایی به وجود میاد مثل صدای X. مثال فوکس، روباه. وکسن، رشد کردن. وکسل، تعویض کردن. ما اسکناس هم که میدیم به جاش پول خورد بگیریم به اینم میگن وکسل. حالا که ما پیش صدای X هستیم، از ترکیب چند تا حرف دیگه یه مورد دیگه هم داریم. خیلی کوتاه فاصله بگیریم از سه ها. اینجا سه کا و اس هم یه صدای X میدن. معمولا اینا توی این فرم توی زبون آلمانی خیلی کم میاد، خیلی کم، مثل کلکس، مثل این میمونه که بغل یه سطل رنگ شما داری رنگکاری میکنی، یه دفعه رنگ بپاچه روی زمین، بریزه روی زمین، میگن کلکس، یه همچین حالتی. ولی یه دونه کلمه هست باکس آن کله که همون شنبلیله‌ای که توی قرمه سبزی میریزیم و غذاهای خوشمزه دیگه هم ازش استفاده میشه. دوباره برمیگردیم، سریع میریم سراغ سه ها تا ببینیم با چه حرف دیگه ترکیب میشه تا یک صدای جدید متولد بشه. این بار هم سه ها با اس ترکیب میشه، ولی اس از جلوی سه ها بلند میشه، میره پشت سه ها میشینه و صدای ش متولد میشه. این صداییه که توی زبان آلمانی هست ولی توی الفبای آلمانی نیست. به همین منظور سه تا حرف با هم ترکیب میشن تا صدای ش به وجود بیاد. این صدا توی زبون آلمانی هست ولی توی الفبای آلمانی نیست. به همین خاطر سه تا حرف با هم ترکیب میشن تا صدای ش تولید بشه. مثل شوه، کفش. مثل تیش، میز. مثل گشیشته، گشیشته یعنی قصه یا تاریخ. اون قصه که برای بچه ها میگن بهش میگن مرشن، یعنی افسانه. با این کلمه خوب میشه تمرین کرد که تفاوت بین ش و ش رو ما خوب بهش تسلط پیدا کنیم. توی این قسمت میان 4 تا حرف با هم ترکیب میشن تا اینکه صدایی متولد بشه که توی زبون آلمانی هست ولی توی الفبای آلمانی نیست. به طور مثال چوز، بارها شنیدیم موقع خداحافظی. چوز. اوچه، اوچه، سرسره. یه کلمه دیگه هم هستش که بارها بهش برخورد کردین، دویچلند. وقتی این قاعده ها رو بدونیم، این روابط رو بدونیم، دیگه میدونیم که چرا این کلمه دویچلند خونده میشه.
فکر میکنم دیگه ما به جایی رسیده باشیم که من بتونم ادعا کنم که ما با هم زمینه و فونداسیون این ساختمون رو گذاشته باشیم. ما یاد گرفتیم که الفبای آلمانی حروف با صدا داره و بی صدا داره و چطور اینا تلفظ میشن و ترکیباتشون با هم، حروف با صدا با هم و حروف بی صدا با هم چه صداهای جدیدی به وجود میاد و اینکه الان اگه بخوایم اینا رو با هم ترکیب کنیم و کلمه بسازیم بتونیم اون کلمه رو خوب بخونیم و خوب تلفظ بکنیم. روز اول با هم صحبت کردیم که یه رابطه هست بین کلمه سازی و آجرسازی. برای آجرسازی میرن دنبال مواد و ملات مختلف که اینا با هم ترکیب بشن، پخته بشن تا اینکه یه آجر به وجود بیاد. ما هم رفتیم سراغ الفبای آلمانی و حروف بی صدا و حروف با صدا تا اینکه بتونیم کلمه بسازیم. این کلمه word خودش یک کلمه است. word این هم یک کلمه است. زی گفتیم توی آلمانی وقتی اس به تنهایی میاد اس خونده نمیشه، ز خونده میشه. زی مثل اینجا زات، جمله. اینجا میبینین این همه آجر کنار همدیگه اومده و یه جمله ساخته. این همه کلمه اومدن و یک جمله ساختن، زات. از جلسه بعد میریم سراغ کلمه سازی. با هم کلماتی رو میسازیم که میتونیم خوب تلفظشون کنیم. چرا؟ برای اینکه ما یاد گرفتیم حروف آلمانی و صداهاشون رو چطور تلفظ کنیم. این کلمات در روز خیلی ازشون استفاده میشه و با این کلمه ها میشه جمله ساخت که این جمله ها هم با تلفظ صحیحشون میتونیم در روز جوری استفاده کنیم که مردم ما رو خیلی خوب متوجه بشن. قبل از اینکه بهتون خدا نگهدار بگم اجازه میخوام که به یک کلمه اشاره کنم که توی آلمان خیلی مهمه. اصلا میتونم بگم که سیستم آلمان و آلمانی ها روی این کلمه ساخته و استوار شده. نتیجه این طرز تفکر و این شیوه زندگی کردن هم برای من و شما خیلی جذابه. Ordnung که من امیدوارم این جزو اولین کلماتی باشه که شما توی آلمان یاد گرفتید و یا یاد خواهید گرفت. این فقط یک کلمه نیست که معنیش هم نظم و ترتیب فقط باشه. این یه شیوه زندگی کردنه. شیوه زندگی کردن توی یک مملکت و توی یک سیستمیه که قانون داره و همه به اون قانون احترام میذارن و اون قانون هم برای همه نوشته شده. بدون شک بین ما کسایی هستن که با این طرز تفکر و با این شیوه زندگی کردن یا توی زندگی شخصی و یا اینکه توی اجتماعی که قبلا زندگی میکردیم آشنا هستن. Ordnung چیزیه که توی زندگی آلمانیا خیلی نقش بازی میکنه، چه تو خیابون، چه توی زندگی شخصی، چه تو زندگی کاری. و آلمانی ها با ملت های دیگه که اونها هم خط لاتین می نویسن توی یک Ordnung با هم مشترکن، اونم خط نویسی و خوش نویسیه. اگه بخوایم همونطور که درست و صحیح میخونیم درست و صحیح هم بنویسیم به یه چند نکته باید توجه کنیم که خوشنویسی ما رو تضمین کنه. اینجا من براتون نشون میدم که به چه چیزایی باید توجه کنید. اگر به این خط توجه کنید، این خط کلوفتر از اینهای دیگه است. حروف همیشه بین این 4 تا خط که الان ما به وضوح میبینیمش جا میگیرن. معمولا تمام حروف بین این 2 تا خطن. انگار تمام این حروف الفبا روی این خط قدم بر میدارن. اینجا آ رو میبینیم که با
آی کوچیک یه تفاوت داره. آی کوچیک بین این دوتا خط خودشو جا داده. آی بزرگ بلند شده ایستاده. این یکی نشسته روی خط، این یکی ایستاده. توی ب هم میبینیم ب ایستاده تا این بالا، ب بزرگ. ب کوچیکم قناعت نمیکنه به این خونه‌ای که این وسط این دوتا خطه. ب کوچیکم میره تا بالا و گردنشو دراز میکنه. اینجا سه بزرگ بزرگی خودشو داره، سه کوچیک به حق خودش قناعت میکنه و بین این دوتا خط میمونه. د بزرگ که بزرگ ایستاده، د کوچیک میگه نه، من این دوتا بین این دوتا خط جا نمیشم، منم گردن کشی میکنم. ای رو میبینیم که ای بزرگ ایستاده روی این خط، ای کوچیک نشسته بین این دوتا خط. توی F میبینیم F بزرگ ایستاده، F کوچیک یه مقدار تغییر حالت داده ولی اون هم ایستاده. اگر این بیاد این پایین زیبا نیست، صحیح نیست. F بزرگ و F کوچیک همقدن با یک تغییر کوچیک. میریم سراغ G. G بزرگ ایستاده، G کوچیک نشسته روی این خط و بین این دوتا خط قرار داره ولی پاهاش آویزون کرده پایین. پاهاش هم تا این خط میاد نه بیرون میره نه کوتاه‌تر میمونه. های بزرگ ایستاده، های کوچک نشسته ولی اونم گردن کشی کرده، یعنی همقدن. فقط این شکم هاست که بین دو تا خطه. ای ایستاده، ای کوچیک بین این دوتا خط خودش رو جا داده ولی نقطهش یا این بالا میتونه باشه یا اینجا باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. یوت ایستاده، یوت بزرگ، یوت کوچیک بین دوتا خط، پاهاش هم آویزون کرده پایین. نقطهش هم که گفتم فرقی نمیکنه، مثل ای میتونه این بالا باشه، پایین وسط هم باشه، اشکالی نداره. در مورد کا فقط تشخیص میدیم که کای کوچیک شکمش رو آورده بین این دوتا خط قرار داده ولی گردن کشی میکنه که اندازه کای بزرگ باشه. ال بزرگ و ال کوچیک هم تقریبا همقدن ولی با هم اینطور توافق کردن که ال کوچیک قرار شده پای خودشو مثل ال بزرگ از گلیم خودش درازتر نکنه، یک مقدار پاش کوتاه‌تر از ال بزرگه. توی این قسمت هم میبینیم که ام بزرگ روی این خط اصلی ایستاده و ام کوچیک هم نشسته روی این خط و خودش رو بین این خط اصلی و خط بالایی جا داده. اگه پیش خودمون تصور کنیم که حروف لاتین توی یه دونه خونه زندگی میکنن، اینجا میبینیم که ام بزرگ مثل تمام حروف بزرگ توی طبقه همکف و طبقه اول زندگی میکنن، یعنی دو تا طبقه دارن. حروف کوچیک معمولاً توی طبقه همکف زندگی میکنن. اگه اینجا توجه کنید میبینید که ان هم همینطور، ان بزرگ طبقه اول، همون طبقه همکف و طبقه اول رو برای خودش اجاره کرده. طبقه همکف برای ان کوچیک کافی بوده. او هم همینطور شبیه به همن ولی اوی بزرگ توی دو طبقه زندگی میکنه، اوی کوچیک توی همین طبقه همکف. پ هم مثل تمام حروف الفبای لاتین وقتی یک سر و کله از حروف کوچکتر بلندتره
که در اول هر کلمه میاد. مثلا با همین حرف پ بزرگ و پ کوچیک ما میتونیم یک کلمه بسازیم. اگر ما یه دونه آ اینجا بنویسیم و یک دونه آ اینجا بگذاریم، این خودش یک کلمه است. پاپا، پاپا. اگه اینجا هم پیش ام یه آ اینجا بذاریم، یه آ اینجا بذاریم، این خودش یک کلمه میشه. ماما. به مادر میگن ماما، به پدرم میگن پاپا. از موتا فاتا خودمونی میگن ماما پاپا. این ماما و پاپا مختص آلمان فقط نیست و تقریبا همه جایی شده. حالا میرسیم به کو. کو هم میبینیم کوی بزرگ طبقه همکف و طبقه اول رو اجاره کرده، کوی کوچیک طبقه همکف رو گرفته، روی این خط اصلی نشسته و زیر زمین هم برای خودش اجاره کرده. ار بزرگ طبقه همکف و طبقه اول ار کوچیک روی خط اصلی نشسته و خودشو بین این دوتا خط قرار داده. وقتی میرسیم به اس میبینیم که این دوتا با هم شبیهن و اس بزرگ بزرگی خودش رو حفظ کرده و ایستاده. اس کوچیک هم به حق خودش قانعه و بین این دوتا خط نشسته. ت و ت کوچیک هم تقریبا همقدن، ولی ت بزرگ ایستاده، ت کوچیک یه حالتی به خودش گرفته که ما کوچیک شما هستیم. وقتی میرسیم به او میبینیم اینا هم تقریبا شبیه همن. او مثل بقیه ایستاده بی توجه به این که ممکنه لنبر بخوره چپه کنه، ولی او همین که به حق خودش راضیه بین دوتا خط قرار گرفته، اینجا هم دست و پاشو جوری جمع کرده که تقریبا تکیه کرده باشه که موقع لنبر نده. فا تقریبا شبیه همن، ولی تفاوتشون در اینه که فای بزرگ ایستاده روی این خط اصلی، فای کوچیک هم ایستاده ولی گردن درازی نکرده، بین این دوتا خط قرار گرفته. و هم همینطور، و بزرگ بین این دوتا خط قرار داره، ایستاده. و کوچیک نشسته و بین این دوتا خط خود جا گرفته. اکس هم به همین صورت ایستاده و نشسته. اپسیلون هم همینطور توی طبقه همکف روی خط اصلی ایستاده و دستشو دراز کرده تا سقف طبقه اول. اپسیلون کوچیک توی طبقه همکف زندگی میکنه و مثل اینکه پاش اونقدر درازه که از این خط میزنه بیرون، برای همین پاشو یه وری دراز کرده که بین این خط و خط اصلی بمونه. در خاتمه میرسیم به ست که میبینیم شبیه همن، ولی فقط تفاوتشون در اینه که ست بزرگ همیشه در اول کلمه میاد. مثل تمام حروف الفبای آلمانی وقتی بزرگ نوشته میشه در اول هر کلمه میاد. برای همین توی طبقه همکف و توی طبقه اول زندگی میکنه. ست کوچیک یه سر و گردن کوچیکتر از ست بزرگه و توی طبقه همکف زندگی میکنه و توی کلمه و توی جمله میاد. توی این نمودار ملاحظه میکنید که چه حروف کوچیکی توی طبقه همکف زندگی میکنن و استثناءً خودشون رو به طبقه اول هم رسوندن. و اینجا میبینید که اکثر
حروف کوچیک توی طبقه همکف زندگی میکنند. و توی این 4 مورد هم میبینیم که حروف کوچیک طبقه همکف و زیرزمین رو اجاره کردن. با توجه به این مشخصاتی که براتون تعریف کردم، حالا دیگه میتونیم کلمه ای رو بنویسیم که اقنونگ درش نقش داره. هم صحیح نوشته شده و هم زیبا به نظر میرسه. امیدوارم که مطالب امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.